دلتون رو بدین به بچهای حرم، برین حرم آقا. از همین اول بگم یادتون نره، خیلی‌ها به شما گفتن التماس دعا، برنامه‌های خاصی اونجا در حال برگزاری است. بگذارید من سکوت بکنم. این فضاش که قرار میگیرید حس و حال عجیب و غریبی داره که امشب خاصه و ویژه. یا علی التماس دعا.